خودشان نشان میده که در خانه خدا ما آیفون پرو مکس های. شما فکر کنین که وقتی که خانه خدا رفتن فکر و عقیده شما در سمارت فون های، در همو آیفون لعنتی های، فکرتون، ذهنتون، عشق شما در همو تلفن های که ما سیونکه کنیم مردم نشان بدیم، خود نشانتی پیشه شیطان های. آنچه که عیان است حاجت به بیان نیست. الله مهربان میدونه که در دل تو چی های. وقتی که تو عشق تو دلی تو در سمارت فون و در آیفون لعنتی های میخوای که سیونکه کنی، تو بمبری گوش نمیکنی و امر معروف بمبری گوش نمیکنی از صدق دل. او حج او قبول نیست و او در پیشگاه خداوند یک عاصی روسیا هست و در اجر پروردگار باشد فردا روز قیامت جواب و سوالش میتی. مردم آرزو میکرد که من خانه خدا روم، در همون خانه خدا شهید شم. مردم میره آرزو میکرد. آغاز مردم اوجا رفتن مردن فکر نمیکنه و پیشکی دو تست آیفون شما میگیره انمی قدر ای پیشکی تیاری میبینه شتاتیف شما میگیره سیونکه کنی میره و آخی در همونجا شتاتیف چیکار میکنی تو؟ آدم سیونکه میکردگی به همون دست شما میکنه. وقتی که تو شتاتیف قطید که بردی تو بدون که تو بلوگری رفتستی، نه اینکه خانه خدا زیارتی کعبه. السلام علیکم دوستان عزیز و پادپیشکان کانال بختیار تیجی. امیدوارم که همه شما سمیتون قطعی همه طرفه خشت برو همسایه قطعی همه تون نرمالین راست نرمالین نشتیا که باشین همون یک دونه لایکی بپولا دریغ نمیداریم. مردم بیدار شوین و همین یک چیره یک نقطه را شما باید در نظر بگیرین که همون نقطه‌ای که ما برای شما میخواهم بفهمانم همون نقطه برای شما ارزش داره و قدر و قیمت داره. مثلا میدونیم درباره چیه؟ مسئله تیم امروزه حج عمره، حج فرضه. مردم اکثریتشون حج عمره رفته استیان. کم ترک مثال همین کسانی که حج میروند خداوند باز هم علم و دانشتونه یعنی که کیسه تونه بگیم دوچنگ کنه. و ما برای شما امروز یک مشکلی که و یک کمبودی که اکثریت مردم ایرا سریوس قبول نمیکنه و مردم باشد از پول حرام به حج میروه. پس با دقت ویدیو را پیرهگیری میکنیم. ما همش برای شما میفهمونم. وقتی که انسان همه حج برای چه؟ همه ما و شما میدونیم که حج خانه خداست، خانه یگانه الله کبیر است که ما بندگان عاصی روسیا برای اونجا رفتن گناه های خود را تازه میکنیم. مثل یک طفل بیگناه شده به وطن برمیگردیم، یعنی که به زادگاه خود برمیگردیم. برادران عزیز، سلوها وقتی که شما حج راهکی میشوین شما باید همون مبلغی که 40,000 سومان میشه، 30 تا میشه، 50 تا میشه، چند که رسخود میشه همون پول باید شما با مهنت حلال به دست آورده باشین که شما همین پول قطعی حج برین. اگر پول شما حرام باشد یعنی حرام خودتون میدونین که پول حرام چیه؟ پول حرام با یک پولی که از وزد آمدگی ای ترا پروست تک دودگیان همین پول حرامه، یعنی که با پول مردم کسی که فریب و نیرنگ میکنه حج یعنی خانه خدا میروه او حج او قبول نیست و او در پیشگاه خداوند یک عاصی روسیا هست و در اجر پروردگار باشد فردا روز قیامت جواب و سوالش میتیه. سوال جواب دادن نمیتونه. این گناهی اسیری که کردگی جواب و سوالش وپشه دادن نمیتونه. اما باید که جواب شتیه. دوستان عزیز، ویدیو را چخیلی که گفتم پیره گیری کنین. شما میدونین که وقتای دوره پیش بود بعد سوویتسکی سیوز سالهای 90-95 تا اینمی 2010 بگیم بهد مشکلی بود و تنقیسی میکشین مردم که به خانه خدا بروه. حاضر خانه خدا برای یک خیل پولدارا رنگی بیزنس شده. خلاصه در دستش انمی سمارت فون در دستش یا که آیفون
خودشان نشان میده که در خانه خدا ما آیفون پرو مکس ای، یعنی خودشان نشان میده که ما اینم که فرما پوشیدگیم، اینم کتفی ما هویای، خودشان نشان میده به ناموس که ما آیفون خریدگیم، بجایی که در اونجا در خانه خدا وای کرده استیان، قرائت کرده استیان، باید 2 رکعت نماز خونه، باید با دقت گوش کنه. من اکثریت بلوگرها را تماشا میکنم، من نمبر نمیکنم، من هیچ کتون گندم نمیکنم و همه شما را احترام میکنم. پروست من خطاگی شما را گفته استم که شما میرین آیفون تون در دست در انمی قدر فقط سیونکا کرده استین. همی وقتی که سیونکا میکنه مردم همه را نگاه میکنی، اکثریت همی 50% مردم در دستاشون سمارتفون و آیفون همی سیونکا کرده استن. میگی یگون موزه رفتگیان، یکی یگون کینوتئاتر، یکی ویان میگی یگون زویزدان همونجا مدل در رفتیان، همین طریق کرده، اینی طریق کرده در پیش کعبه خودشون صورت گرفته، ویدیو کرده در شبکه ها پرتفته استیان. برادران عزیز مسلمان ما، این کار با شان و شرف ما نمیزیبه. میفهمم البته را میخواهی ویدیو کنی، میخواهی که نشان بدی تو به خانه خدا رفتی، آخر همون 1 ویدیو 2 ویدیو بسنده. حاضر وقتی که مردم خانه خدا میره در یک روز 10 تا ویدیو پرتفته است، بعدی آمدنش با 1 قامت سیونکا میکنه باز پرتفته است. این ضرر نداره، البته این برای مردم منفعت میرسونه، خوبه، پروست برای خودتون منفعت نمیگیرین. شما فکر کنین که وقتی که خانه خدا رفتین فکر و عقیده شما در سمارتفون ای، در همو آیفون لعنتی ای، فکرتون، ذهنتون، عشق شما در همون تلفن ای که ما سیونکا کنیم مردم نشان بدیم، خود نشانتی پیشه شیطان ای. دوستان عزیز، نیا کننده انا چوبا وقتی که در دلت میخه گنباس نمیکنه، دوشی بگیم به طاقت نمیشه که نماز تا بخونی یا که همونجا را رنگ آدم بیستی و چیه که لازمه در خانه خدا بکنی، چون که این قدر پلی که در اونجا رسخود میشه و میری هر کس نمیتونه. مردم حاضر نونی خوردن جای خواه نداره، میره همیره جمع کرده همونجا وای کرده سیان. خداوند باز هم علمتونه، پولتونه، ثروتتونه دوچن کردونه، لیک همونجا که رفتین احترامانه خواهش میکنم همون سمارتفوناتونه، همون آیفوناتونه در یک جمعونین سیونکا نکنین، سیونکا بکنین، مردم ببینه، مردم دیدنش منفعتش خوبه البته را. لیک آخی بس بدگیست همون 1 ویدیو 2 ویدیو بسنده بدگیست. آخی باور کنین ایا طرف خرسان میشم وقتی که تماشا میکنم بسیاری مردمی تاجیک میروه، بسیاری مردمی مسلمان میروه در اونجا زیارت خانه خدا میکنه و بسیارش باشه برای خود نشانتی، برای ویدیو سیونکا کنی میروه. الله مهربان فردا روز قیامت بپرسته چی میگوی؟ آنچه که عیان است حاجت به بیان نیست. الله مهربان میدونه که در دل تو چیه. وقتی که تو عشق تو دل تو در سمارتفون و در آیفون لعنتی ای میخوای که سیونکا کنی، تو بمبری گوش نمیکنی، و امر معروف بمبری گوش نمیکنی از صدق دل. آدم خانه خدا که رفت بسیاریا، من وقتی که کودک بودم، خردسال بودم، مردم آرزو میکرد که من خانه خدا روم، در همون خانه خدا شهید شم. مردم میره آرزو میکرد. آغاز مردم اوجا رفتن مردن فکر نمیکنه و پیشکی 2 تا 3 تا آیفون شما گیره، انمی قدر ای پیشکی تیاری میبینه شتاتیف شما گیره سیونکا کنی میره و آخی در همونجا شتاتیف چیکار میکنی؟ تو آدم سیونکا میکردگی با همون دست شما میکنه. وقتی که تو شتاتیف قطید که بردی تو بدون که تو بلوگری رفتستی، نه اینکه خانه خدا زیارتی کعبه. برادرها من آرزو میکنم که خانه خدا برم، همه آرزو میکنه، نه که امروز با تو خداوند داده است، داده خدا را پایمال نکن، به قدرش برس. برادران عزیز، اگر
аз суханам ягон ранҷонда бошам манзаратхоҳӣ мекунам ва ин гапҳои ма ба ҳама дахл дорад ки шумо ҳаматон як бандаи мусалмонен. ба худо дилу месӯза барои ҳамун пулу молтон, барои ҳамун рафтантон, чунки корое ки шумо дар хонаи худо мекунен дар дини мо, дар тоҷики мо, дар пайрави муҳаммад мустафо саллаллоҳу алайҳи ва саллам туғрӣ намебиёяд. ҳаматона ба аллоҳи меҳрубон месупорам. умедворам ки ҳаматон хуб фаҳмидин ва дуруст фаҳмидин. худо нигаҳбонтон боша. ҳамун ҳаҷи кардагитон қабул шава. бигзор касе ки орзуи ҳаҷ рафтан дора, аллоҳи меҳрубон ба додаш бираса, ҳамун дуоша қабул куна. худованд файзу баракатш тия ва ҳамун пуле ки мехоҳа, ҳамун маблағе ки барои ҳаҷ рафтан дар кор аст, аллоҳи меҳрубон барояш насиб гардонаву ва хонаи худоро барояш насиб гардона. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.